خب متاسفانه توی ویدیو قبلی لپتاپ خاموش شد و کلا همه چیز متوقف شد. من ادامه ویدیوی قبلی رو صحبت میکنم. پس ما متوجه شدیم که قیمت یک موج صعودی رو میسازه، یه اصلاحی میکنه و یک شکستی رخ داده میشه. خب در واقع لو رنج ما که اینجا بود و های رنج ما که اینجا بود، با این شکست آپدیت میشه و لو رنج تغییر پیدا میکنه به این. چرا به این؟ چون در واقع این قسمت مبدأ موجی بوده که باعث شکست های قبلی شده و های رنجمونم میشه جایی که قیمت توقف میکنه و تصمیم به اصلاح قیمتی میگیره و به همین صورت در واقع رنج ما تغییر میکنه و رنج های جدید ساخته میشه و ممکنه این وسط کلی شکست رخ بده. خب یعنی این شکست ها تأثیری در ساختار اصلی ما ندارن. خب این شکست ها اهمیت خاص خودشون رو دارن که توی فصل های بعدی راجبشون قطعا صحبت میکنیم و کاربرد دارن واسه ما، اتفاقا مثلا مهمن. منتها توی بحث رنج و ساختار های و لو در واقع رنج اصلی ما اینه و تا زمانی که این رنج نقض نشه یا های شکسته بشه یا لو شکسته بشه، ما همچنان در این رنجیم. حالا اینجا هر چقدر میخواد شکست اتفاق بیفته. خب و مارکت میکر همیشه از این شکست هایی که داخل این رنج اتفاق میفته استفاده میکنه برای به دام انداختن در واقع تریدرها. خب چه اونایی که اسمارت مانی بلدن چه اونایی که اسمارت مانی بلد نیستن، چون خیلی از بچهای اسمارت مانی هم اینجا کلی گول میخورن. خب ولی اگه به رنجشون مسلط باشن، بدونن که الان در چه چارچوبی قیمت داره حرکت میکنه، هیچ وقت گول نمیخورن. چون همیشه میگم ما یه های داریم یه لو داریم، یا این میشکنه یا این میشکنه، به همین سادگیه واقعا. خب عرض شود خدمتتون که اینجا دوباره یه شکست رخ داده. گفتیم که به محض شکست ما در واقع رنجمون رو آپدیت میکنیم. لو رنج تغییر پیدا میکنه به مبدأ موجی که باعث شکست شده. حالا اگه این در واقع این شکست های کوچیک ریز موج باشن و کل اینو بخوایم یه موج حساب کنیم، حالا اینو روی چارت بیشتر راجبش صحبت میکنیم، روی در واقع مثال ها و تمرینایی که میخوایم انجام بدیم. اگه اینو کلا یه موج در نظر بگیریم، یه موج ماژور در نظر بگیریم، مبدأش میشه اینجا اگه اینا ریز موج باشن. اما نه، اگه هر کدوم از اینها یک رنج مجزا و منحصر به فرد باشن و قیمت اصلا یه حرکت این شکلی داشته اومده، اینا هم هانت کرده بعد رفته بالا، لو رنج ما میشه مبدأ موجی که باعث شکست شده و های رنجمونم صبر میکنیم تا قیمت توقف کنه و تصمیم به اصلاح بگیره. این از این. واقعا قضیه رنج ها به همین سادگیه، اصلا چیز پیچیده ای نیست. منتها یکم نیاز به تمرین داره و نیاز به این داره که چشم ما به دیدن رنج های قیمتی روی چارت عادت بکنه و بتونه رنج ها رو تشخیص بده. خب اگه ما بتونیم رنج رو تشخیص بدیم، هیچ وقت گول شکست های فیک رو نمیخوریم. اگه بتونیم رنجمون رو مشخص کنیم، هر چقدر
دیتایی داخل چارت رخ بده که اصلا مثلا با مفاهیمی که ما بلد نیستیم مطابقتی نداشته باشه، هیچ وقت ما تغییری داخل دیدگاهمون ایجاد نمیشه، چون ما همیشه یه های داریم یه لو داریم و طبق این رنج هم عمل میکنیم. خب این از این. من یه شماتیکی رو کشیدم که بریم یکم روی این شماتیک تمرین بکنیم و بعدش حالا روی چارت هم حسابی گپ خواهیم زد و روی خود قیمت هم ما مانور میدیم. بیارم میشه اینجا یکم که ما ادامه رو نبینیم. خب من میخوام رنج های قیمتی رو به وسیله یک در واقع مستطیل یا مربع، از این مستطیل یا مربع کمک میگیرم واسه مشخص کردن رنج های قیمتی. خب اینجا ما یه موج صعودی داشتیم. این موج صعودی یک مبدأ داشته و یک مقصد، یک ابتدا داشته و یک انتها. ابتدای این موج میشه ابتدای این موج میشه لو رنج صعودی ما و انتهای این موج میشه های رنج صعودی ما منتظر میمونیم یا لو رنجمون بشکنه یا های رنجمون بشکنه. جلوتر میریم میبینیم که خب اینجا های رنج ما شکست. به محض اینکه شکست رخ داد گفتیم باید رنجمون رو آپدیت بکنیم. رنج رو چجور آپدیت میکنیم؟ لو رنج جدید ما میشه مبدأ موجی که باعث شکست شده. این مبدأ موجی که باعث شکست شده. لو رنج ما میاد اینجا و های رنج هم گفتیم که جایی میشه که قیمت ترمزش کشیده میشه و تصمیم به اصلاح میگیره. اینجا هم میشه های رنج جدید ما. به همین سادگی رنج رو آپدیت کردیم. دوباره منتظر وای میسیم یا این شکسته بشه یا این شکسته بشه و تمام شکست هایی که داخل این رنج باشه، بین این های و لوه باشه، واسه ما اهمیتی نداره. خب میریم جلو ببینیم چیکار کرده قیمت یه اصلاح کرده، یه موج صعودی کوتاه داشته، اومده پایین و یه لوورلو تشکیل داده، دوباره اینجا یه اصلاح کرده، یه لوورلو دیگه تشکیل داده. خیلیا در واقع توی این ناحیه گول این شکست های این شکلی رو میخورن و اینجا دیدگاهشون تغییر پیدا میکنه به اینکه قیمت نزولی شده، قیمت BMS نزولی داده، قیمت BOS نزولی داده، در صورتی که ما هنوز در یک رنج صعودی هستیم. خب و تا زمانی که لو رنج صعودی ما نشکنه ما همچنان دیدگاهمون صعودیه. خب و عرض شود خدمتتون که اینجا قیمت تصمیم میگیره بالاخره آروم آروم یواش یواش حرکت کنه و بره این های قبلی خودش رو بشونه. گفتیم که به محض شکست ما رنجمون رو آپدیت میکنیم. رنج رو چجوری آپدیت کنیم؟ رنجمون رو در واقع این شکلی آپدیت میکنیم که لو رنج جدید ما میشه مبدأ موجی که باعث شکست شده، میشه اینجا.